برادر و خواهر عزیز، وقتی غیبت دیگران را میکنی آیا فراموش کرده ای که حال غیبت کنندگان در روز قیامت چگونه است؟ عذاب غیبت کنندگان را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین بیان فرموده اند. امام ابو داود رحمه الله از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: وقتی مرا به معراج بردند از کنار مردمی گذشتم که ناخنهای از میس داشتند و با آن سر و روی و سینه خود را می خراشیدند. از حضرت جبرائیل علیه السلام پرسیدم که اینها کیستند؟ فرمود: اینها کسانی هستند که در دنیا گوشت مردم را می خوردند، یعنی غیبت می کردند و به آبرو و ناموس دیگران چنگ می زدند، یعنی به دنبال عیبهای مردم و به آبروی کردن آنها بودند. روایت ابو داود حدیث رقم 4878. مذمت غیبت در حدیثهای بیشمار وارد شده است، ولی همین قدر که بیان کردیم برای انسان عاقل و کسی که بر روز حساب و جزا باوری دارد کفایت می کند. برادر و خواهر عزیز، از غیبت کردن دیگران بپرهیز. کار نکن که با غیبت کردنت کینه و دشمنی را در بین مردم ایجاد کنی و معاون و مددگار شیطان باشی. والسلام علی من اتبع الهدى. نظر کردم به گورستان کم و بیش، بدیدم حال ثروتمند و درویش، بدیدم حال ثروتمند و درویش. نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه ثروتمند برد از یک کفن بیش، نه ثروتمند برد